50 سال اینجا در چایخانه راحت کار میکنم. در اینجا بسیار میجازانو میبینم. مثال شاعرها میرزا ترسنزاده می آمدن پیش، دولتی خدمت های دولتی میکردیم، فیلم های سیامکه میکردن در اینجا. من خیلی یک ستریتل دیوچ بود. من خیلی سیامکه های بسیار میکردن. از خارج ها توریست ها میبینن بسیار یه خرسند میشن. میجازانو از ما روزه ما باز هم دیگر خیلی اوقاتهای ملی را پیش میبریم. زیاده از 20 سال است که در همینجا با حیث آشپز فعالیت کرده شدم و کاری من حال حاضر فقط تیار کردن لفشای لگمن که همه مثلا فقط بسیارتر به همین خوراک مایل بسیارتر دارم. چقدر شما شاهد بودید اینو از این طرف به این طرف کشیدیم و کمی در اینجا دم میگیرد و وقتی که بعد کمی که دم گرفت باز این رو به طرف دیگر میکشید و در همین کار بسیار یک کار نازکی دارد و این لفشه یک اندازه معین هم دارد، نه باریک بسیار نه قصدتر هم باید یک اندازه معین داشته باشد. چایخانه راحت یکی از جایهایی که خیلی هم شناخته، خیلی هم جای معمولی استراحت و فرهنگی بخصوص برای هنرمندان، برای وقتی که کودک بودم و ما رو عمکی هم چندین بارها آوردگی بودن به همون محل در خاطرم هست یکون چیز تغییر نیافته است و پوری آدم بود و بسیار هم از جهت چی بگیم طعام هایی که اینجا آماده میکردن خیلی هم با لذت بود.